سلام برعکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با شهریار. آقا من شهریار رو روی اینستا میدیدم، خیلی حال میکردم چون موزیک خیلی قوی میزنه و صدای خیلی باحالی داره. بعد خیلی باحاله دیگه. برای من خوندن تو اون لول خیلی برای من به نظر من سخت و قشنگه که یکی بتونه بلند بخونه و داد بزنه ولی صداش هنوز شنیده بشه. خیلی خوشگله ولی اکثر ایرانی‌ها دوست ندارن. حالا دیگه خلاص ما می‌خوام راجع به این چیزا حرف بزنیم و حال کنیم و بگیم بخندیم. قربونت برم سهیل جان، مرسی، خیلی ممنون. یعنی واقعا باعث افتخاری که دعوت کردیم بیام. یعنی من خودم خواستم بهت پیغام بدم که بیام و دیدم خودت زودتر پیش قدم کردی و مثلا خیلی دمت گرم، واقعا مرسی، باعث افتخاره. خیلی وقت دنبالت میکنم، کار درست. من خیلی دوست دارم. مرسی. شرط چه؟ من هر وقت مثلا ویدیوات میاد ای آخ جون مرسی، لطفه. بعد مثلا گوش. حالا این آهنگایی که میخونی چیه؟ تیکای کسی دیگه است یا خودت میاریشون؟ خب ببین، اینایی که الان یه خورده مثلا ویدیو وایرال شد، اینا خب اکثرا کاوره، کاورهای خواننده مختلف، مثل نمیدونم فرهاد، حبیب، خیلی از چیزایی که مثلا حالا شنیده شده. ولی خب من کار خودمو دارم دیگه. یعنی شما تو اسپاتیفای و اونام دقیقاً همینطوری میخونن یا تو خط خودتو میندازی روش؟ خب نه من ببین مثلا طرف اومده مثلا ترک، مثلا یه ترک مثلا محسن چاوشیه، مثلا این داره روی دو میخونه، مثلا میگم خب حالا حفظ نیستم رو چه گامی بود، مثلا روی دو ماژور میخونه، من اینو میارم روی یه ر ماژور، مثلا یه پرده میبرمش بالاتر، دو پرده میبرمش بالاتر. یا مثلا بعضی دیگه خیلی دارن لو میخونن، من یه اکتاو میبرمش بالاتر و میارم روی جنس صدای خودم و مثلا رو اون تو اوجی که میتونم بخونم میبرمش اونجا که یه خورده تغییر بکنه، چون دیگه خب بخوام همونو بخونم که هست دیگه، از من بهترم خونده. فهمیدم. پس اونایی که اکثرا وارد شده مال کاور بوده، ولی اونایی که خودت هم میخونی بعد ویو نمیخوره دیگه، این چند 10,000 تایی میخوره حداقل. آره ببین، خب یه تایم بود که من خیلی داشتم ویدیو میذاشتم، یعنی هفته 3 تا ویدیو میذاشتم، مثلا همه میلیونی و اینا، ولی گفتم دیگه بس دیگه. یعنی من دوست داشتم کارا حداقل دیده بشه که بیام رو کار خودم رو معرفی بکنم، چون من خیلی سال دارم کار میکنم. من از سال اول سنمو بگم اگه پیر شدیم، 33 سالم الان دیگه، و سال 88 دیگه ما داریم کار. چند سالگی شروع کردی؟ ببین من مثلا 14 سالم بود دیگه، یه گیتار آکوستیک نایلون گرفتم، اونو شروع کردم به زدن و اینجوری زدن و خوندن و اینا دیگه تا 18 سالگی. و 18 سالگی دیگه گیتار الکتریک گرفتم. خب یه خورده برام از دنیای موسیقی بگو. الان وقتی که رفتی توی اینستاگرام، این کمک کرد به موسیقی شما یا نه همونه یا یه راه درآمده؟ یه خورده راجعش واسم بگو. خب ببینم 200,000 تا فالوور چیکار میتونه بکنه واسه یه نفری که موزیک دوست داره. ببین من خیلی سال دارم کار میذارم تو اینستاگرام. یعنی من اصلا یه دونه پادکست با یکی از دوستام رفتم، حدوداً 1 سال و خورده پیش بود، 1 سال مثلا 1 ماه پیش، اینجوری مثلا 13 ماه پیش، و توی اونم داشتیم صحبت میکردیم. مثلا من یه دونه ویدیو مثلا 20,000 تا ویو خورده بود، من ذوق زده شده بودم، اصلا گفتم 20,000 تا ویو خورده، چون سبک ما رو هیچ کی گوش نمیکنه، یعنی جز بچهای خودمون که همه واقعا مثلا زحمت میکشن و این سبکو دوست دارن و من کسی دیگه گوش نمیکنه. و من یه دونه ویدیوم چیز شد، وایرال شد و دیگه پشت سرم ویدیو گذاشتم و اونا هم هی شروع کردن وایرال شدن. یعنی به این صورت بود. چند ساله توی اینستاگرام شروع کردی؟ من 2012 پیج داشتم تو اینستاگرام، داشتیم کار میکردیم دیگه. مثلا هم 2012 که اینستاگرام اومده بود کار می‌داشتیم، 100 تا دونه ویو می‌خورد، 500 تا ویو می‌خورد دیگه اواخرش که مثلا تا سال 2020 اینا مثلا دیگه خیلی میترکون دیگه. میگم یه دونه از ویدیوام 20,000 تا ویو خورده بود، ولی بقیه مثلا رو نرمال 3,000 تا 4,000 تا ویو می‌خورد. و بعد از اینکه یهویی ترکید دیگه میلیونی شدن و ویدیو و این داستانا. خیلی باحال. حالا این میلیونی شدن سال 2020 به بعد چه تأثیری گذاشت توی موسیقیت؟ فقط اصلا 2020 نبود، از نظر درآمدی هم بیشتر صحبت می‌کنم. دقیقاً 1 سال پیش تا الان. من 2023 پس این اتفاق افتاد. دقیقاً 11 ماه پیش، من 20 آبان اینا بود یهویی ترک اولم جیوی ترکید. آره و اینکه اوکی. آره دقیقاً من قبلش مثلا 8,000 تا فالوور داشتم، اونا هم بچهای کامیونیتی متال و راک و این داستانا. الان چون فقط 11 ماه مونده، یعنی 11 ماه که فقط اتفاق افتاده، هنوز تأثیری خیلی مشخصی نذاشته. واسه همین اگر چیز خاصی نداری بگی اوکیه، ولی اگر داری به همون بگو. ولی قبل از اینکه اینا بگی سوالی ازت بپرسم، این که الان مثلا این چند صد هزار نفری که تو رو فالو میکنن، یه خورده براشون توضیح بده
کی هستی، از کجا اومدی، چی میخواستی بشه، کجا سرد بودی، کجا گرم شدی، یه سری خودت داستان تعریف کن واسه خودت. آره چشم. ببین من بخوام خیلی ساده بگم، من زندگیم کلا 2 تا بخشه، یکی موزیک یکی ورزشه، یعنی روی این دوتاست. بخوام بخش ورزشیشو خیلی بخوام سریع بگم، خب من فوتبال بازی میکردم، دروازه‌بان بودم و حرفه‌ای هم بازی میکردم. یعنی زمانی که بودم حتی دانشگاه هم من فیزیولوژی ورزشی خوندم لیسانس. و اینکه خب تو پگای گیلان بازی میکردم، دروازه‌بان بودم مثلا تا 15 سالگی. خیلی بازی کنم که الان هستم، مثلا همون دوره ما تو تیم ما بودم، مثلا همین آرمان رمضانی که الان داره بازی میکنه، مهاجم استقلاله، مثلا این تو همون دوره ما تو همون تیم ما بود تو پگای گیلان، یعنی همه اونجا بودیم. و بعد من دیگه اومدم تهران و مثلا 18 سالم بود، 18 آره من 17 سال و نیم همینا بود اومدم تهران، رشت بودم. وقتی که اومدم تهران دیگه رفتم امیدای نفت تهران، کنار تیم تمرین میکردم. یعنی یه مربی داشتم من معرفی کردم، میرفتم اونجا کنار تیم تمرین میکردم. دروازه‌بان اولشون اون موقع آقای بیرانوند بود و من کنار تیم باشون تمرین میکردم. و دیگه آره علیرضا بیرانوند منو میشناخت، البته منو اون موقع به اسم ساشا میشناختن، به من میگفتن ساشا، چون من یه دروازه‌بان داشت پرسپولیس به اسم ساشا ایلیچ. بعد به من میگفتن قیافه شبیه اون، من کوچولو بودم موقع، مثلا من میگفتم قیافه شبیه اونه، مثلا یه خورده بور و اینا بودم، مثلا شبیه اونه. بعد دیگه ببین مثلا کلا تو دروازه‌بانم بودم میگفتن ساشا. آره دیگه مثلا تا اون دوره اون بود و دیگه بعدش دیگه رفتم دانشگاه، دیگه فوتبال گذاشتم کنار، تو همون رده سنی امیدا دیگه اومدم کنار. و دیگه حالا بحث موزیک رو بخوام بگم، دیگه من میگم یه گیتار نایلون داشتم ساز می‌زدم و اینا. دیگه اومدیم تهران سال 88 بود، دیگه اومدیم تهران و من یه دونه. همگی اومدین تهران یا تو تنها؟ نه من و مامان و بابام با هم اومدیم ستایی. آره اومدیم تهران و دیگه شروع کردم دیگه. من هم فوتبالمو داشتم ادامه میدادم، میرفتم دیگه. میگم واقعا چون من بچگی مثلا عاشق موزیک راک و متال بودم، مثلا 8 9 سالم بود و مثلا عاشق لینکین پارک و مثلا این چیزا، مثلا دیوونه این داستانا بودم. بچه مثلا عکسام هست مثلا همه لباس لینکین پارک پوشیدن. نظر راجع به این خواننده جدید لینکین پارک چیه، این خانومه که اومده؟ من نمیدونم چرا اینقدر هیت میگیره، خیلی خفنه. امیلی آرمسترانگ خیلی خفنه، اصلا خیلی خفنه. بعد چقدر هوشمندانه یه دونه فیمیل وکال آوردن، خواننده زن آوردن. یعنی اگه خواننده مرد چون پسر بود همیشه میجنگیدی. دقیقاً. اصلا بعد یارو خیلی خفن میخونه. بعد اینا چرا اینقدر داره هیت میگیره؟ به خاطر نوستالژی. خب من خودم دیوونه چسترم، مثلا با اون مثلا من آرزوم بود مثلا یه بار مثلا ببینم مثلا همین چیزی. ولی خب بعد آدم منطقی نگاه کنه. بعد اصلا اسم آلبوم گذاشتن From Zero، یعنی از صفر میخوایم دوباره شروع کنیم. ببین چی میگه، خیلی هوشمندانه است همه چیزشون. خیلی. من اولین کنسرتی که تو زندگیم رفتم لینکین پارک بود. یعنی آرزوم بود میرفتم. میفهمم. من متالیکا و لینکین پارک آرزوام بود، جفتشون رفتم. خیلی متالیکا که پراکورکت میریزه، مثلا یه چیز مثلا 22 متری، قبر 22 متری مثلا از سقف یهو میاد پایین، میدونی یک ستاپی داره پراکورکت میریزه. ببین یه سری بندا کلا لولشون فرق میکنه تو متال با بقیه، اصلا اجراهای زندهشون، مثل کورن، مثل رامشتاین، مثل لینکین پارک، مثل متالیکا، اینا اصلا لولشون فرق میکنه با بقیه توی اجرای زنده. میگن آره خیلی خوب بود، یعنی واقعا عالی بود. خب حالا ببخشید حرفتو ادامه بده. ببین دیگه آره من اومدیم و دیگه میگم من هی میرفتم سر تمرین فوتبالم و اینا میومدم دیگه. اون موقع هم دیگه گفتن باید هر تا شده من چیز کنم گیتار الکتریک بگیرم. دیگه میرفتم گیتارا رو نگاه میکردم، اصلا گیتار الکتریکی خفنه و اصلا نمیدونستم یه اصلا بخوره تو پریز مثلا صدا چه جوریه، ازشون دیوونه میشدم. دیگه یه دونه گیتار گرفتم و یه گیتار الکتریک خیلی ارزون گرفتم با این امپ خیلی داغون، با یه دونه افکت از اون داغون، همه چیزش داغون بود همه چی. گرفتم و دیگه مثلا هر سال میرفتم سر تمرین فوتبال، میرفتم با خودم گیتارمو میبردم. بعد یه دونه استاد گیتار پیدا کرده بودم، همایون مجیدزاده، اولین استاد گیتارم بود که 2 جلسه کلا رفتم پیشش. بعدش ایشون می‌خواست بره کرمان. دیگه مثلا گیتارم میبردم سر تمرین فوتبال، دوباره از اونجا خرکش میکردم میبردم بخوام که برم فقط اونجا که ببینم چیه، مثلا شروع کنم به ساز زدن و اینا. بعد دیگه گیتار رو گرفته بودم، خیلی تمرین میکردم. من واقعا میتونم بگم روزی 17 ساعت تمرین میکردم. یعنی مثلا من میرفتم مثلا مهمونی هم داشتم، عید میرفتیم مهمونی با خودم گیتار رو میبردم خاموش داشتم تمرین میکردم گیتار رو. دیگه این گذشت و
من واسه خودم شروع کردم یه آهنگ می نوشتم برای خودم تو برنامه‌های مختلف. بعد فکر کنم خیلی چرت و پرت می‌نویسم، یا واسه یکی فرستادم گفت داداش خیلی خفنه، گفتم بابا اذیتم نکنین، گفت نه به خدا باحال اینا، بند تشکیل بدین. گفتم اوکی بند چجوریه؟ شروع کردن که آقا یه بند تشکیل بدین. دیگه اون موقع تو فیسبوک بودیم دیگه، هی تو یاهو مسنجر و فیسبوک بودیم که دیگه هی به این دست به دامنی آقا تو خود شد تو چی میزنی؟ میگم من درام میزنم. بعد میگم درام میزنی، خب چه سبکی میزنی؟ چون مال ما سبکمون خیلی فرق میکنه. شما راک میزنی درامرش فرق میکنه با مثلا با متال، بعد خود متال بخواد دوباره یه ژانر دیگه‌اش فرق میکنه. بعد من عشق متال کور بودم، عاشق متال کور و پست هارد کور بودم. مثلا بنده که اون موقع مثلا خیلی حال میکردم مثلا سال 2009 2010 اینا، مثلا اسکی الکساندریا بود، دیویل ویرس پرادا بود، بریم د هورایزن بود، فالینگ ریورس بود، نمیدونم اسکیپ د فیت بود، بنده پست هارد کور و اینجوری بودن دیگه. رفتم و یه دونه درامر پیدا کردم، بعد دیگه دوره گشتم یه بیسیس پیدا کردم، شروع گفتم آقا بریم تمرین دیگه. مثلا سال الان دیگه فرض 90 بود دیگه، میرفتیم تمرین. یه دونه استودیو بود سمت میدون فاطمی، ببین کل بنده زیرزمینی ایران اونجا بودن، یعنی تمام بنده راک و متال زیرزمینی ایران همه اونجا، اصلا استودیو دیگه نبود اون موقع. همه همدیگه رو میشناختیم، همه بچه‌ها میان تمرین میکردن، واقعا مثلا یه طرف میکوبید از یه شهر دیگه میاد که فقط اونجا دیگه تمرین کنن، میان اونجا همه همدیگه رو میشناختن. بعد 3 طبقه فرض کجا بود؟ توی خونه بود، توی باشگاه بود، کجا بود؟ یه دونه یه خونه ویلایی بود، زیر زمینشو کرده بودن استودیو. آره. بعد فرض اون زیر مثلا درامشو توشو پر بالشت و پتو و نمیدونم هر چی فکر کنی میکردیم، زیر زمین هم بود. بچه‌ها کیک که میزدن صدا کیک میومد وسط خیابون، میومد تو کوچه، بعد همسایه‌ها زنگ میزنن آقا اینا سرسا میکنن، میریختن اونجا رو میبستن. یعنی 2 ماه میرفت راه هوا، دوباره باز میکردن، دوباره داستان بود. بعد آره این دیگه داستان با برنامه اونجا تشکیل دادیم و دیگه شروع کردیم گفتم اول ترکمون رو بدیم بیرون. یه بند درست کردیم به اسم اکتینیسم یا همون اکتینیزم که دیگه سبک اون پست هاردکور و متال کور بود، انگلیسی کار میکردیم دیگه. من خواننده بودم و گیتاریست، یه بیسیست داشتیم و یه درامر دیگه. رفتیم میشه که دوستای عزیزمون پیش ایشون کارا رو رکورد کردیم و میکس کردن و مسترینگ کردن و ترک اول دادیم بیرون. یوهوی ترکون تو هم موقع کار انگلیسی و خفن میگم ترکون بین کامیونیتی خودمونا، بچه‌ها خفن فلان اینا دیگه. ترک دوم سوم چهارم دیگه ما هی اینجوری کار کردیم دیگه. هی اعضای بندو من عوض کردم که بچه‌ها میرفتن میومدن اینا. یه 5 سال داستان این بود. بعد دیدم دیگه هی بچه‌ها دارن شل میکنن، گفتم آقا بعد واقعا هیچ فیدبکی نداشت توی ایران مثلا، چون همه دوست دارن فارسی کار کنی، تو انگلیسی کار میکنی هیچ فیدبکی نداره دیگه. گفتم آقا ولش کن، من چیز کار میکنم، من فارسی کار میکنم. و شروع کردم دیگه. از سال 92 بود، 92 دیگه رفتم یه دونه لپتاپ گرفتم. این لپتاپم با چه بدبختی گرفتم، یعنی واقعا بهت بگم رفتم 2 تا گیتار داشتم، 2 تا گیتارمو فروختم، عشق زندگیم بودن گیتارمو فروختم، امپمو فروختم دیگه، افکتمو فروختم، همه چی فروختم که برم یه لپتاپ بگیرم بتونم باهاش خودم موزیک درست کنم، برم میکس یاد بگیرم، مسترینگ کنم، موزیکو بدم بیرون. چون داستان میکس و مسترینگ تو سبک ما خیلی فرق میکنه دیگه. آره لپتاپ رو با 1000 جون کندم بود، گرفتم چک بده نصفشو این سازا رو بفروشین. یه لپتاپ تونستم اون موقع جور کنم، سال 93 بود دیگه. گرفتم و دیگه شروع کردم به این روزی 15 ساعت من پشت سیستم، 16 ساعت پشت سیستم که فقط یاد بگیرم. اون موقع میرفتم یوتیوب، مثلا سال 92 اون یوتیوب هم فقط انگلیسی دیگه، برم فقط ببینم که مثلا بعد چون سبک متال اصلا داستان تنظیم و میکسشون خیلی فرق میکنه و بعد صدا سازی کنی دیگه. رفتم یاد گرفتم، ترک دادیم و اینا دیگه. بعد شروع کردم کار فارسی دادن، یه آلبوم فارسی دادم که خیلی بد بود. اصلا انگلیسیامو خفن اومدن رو فارسی اصلا ترکیدم، اینقدر بد بود. بعد دیگه گذشت، سرتو دارم درد میارم، خیلی دارم حرف میزنم. خیلی دارم زهر میزنم. چرا فارسی بد بود؟ ببین توی انگلیسی ما لیریک می نوشتیم، خب لیریک می نوشتیم و می آوردیم اینو چیز می کردیم، می خونیم هر جور تو بخونی، چون به کلمات انگلیسی 2 سیلابیه. مثلا میگه های، مثلا نمیدونم everything، حالا این یه دونه 3 سیلابیه و همه 2 سیلاب دیگه خوشو بکشه 3 سیلابه. توی فارسی همش 4 سیلاب 5 سیلابه، نمیشینه رو ضربای راک و متال.
و من اینو هنوز یاد نگرفتم و میارم شعره اصلا مقطع میشد و این بد بود، خیلی بد بود تا دستم بیاد داستان چیه دیگه. ولی خیلی بنده بودن که زمان ما این کارو خفن انجام دادن، مثل ماینس وان بود، مثل گروه دویز بود، اینا تو مشهد هم بودن بچه‌ها و خیلی خفن این کارو انجام میدادن، خیلی خفن. گروه خاک فوق العاده. و بهترین آهنگ چی بوده؟ بهترین آهنگ تا الان دادم از نظر خودم این ترک هم که حدودا یه ماه دیگه میاد. اسمش خوش باشه. خب من یه چیزی میخوام برام بفرستی که اینجا بذارم بچه‌ها ببینن. او باشه، چشم بریتش میفرستم دیگه. این تصمیمش با تو. بچه‌ها شما نظرتون رو تو کامنت بدین راجع به این کلیپی که الان قراره ببینید. موزیکای انگلیسی هست، موزیکای انگلیسی هست به اسم اکتینیسم، اگه بچه‌ها سرچ بکنن هست. اصلا حال نمی‌کنن، تا اینجوری خونده میشه، انسان چیزی نیست، اسکریمه کلا. ولی ولی فارسی دیگه اوکی شد دیگه. سال 96 بود دیگه، من دیگه نظرم تو کار پرودیوسر دیگه، یعنی بشم به عنوان تنظیم کننده و میکسمن و این داستانا دیگه. سال 96 بود. یکی از بچه‌ها دیدم که دارن کنسرت میذارن و دیدم دنبال وکالیستن، یه گروه بود به اسم آرتامن و من گفتم که مثلا دارن اجرا میذارن اینا، من مثلا برام چی کارو فرستادم و گفتم آقا دمت گرم خفن. من گفتم آقا شما هم کارتون خفن، برید تمرین و اینا. رفتیم تمرین، دیدم هم اونا خفن دارن کار میکنن، حالا منم افتخار داشتم کنارشون برم تو تمرین دیگه. با هم ساز زدیم و اینا دیگه. طول کشید و دیگه تونستم مجوز بچه‌ها بگیرن و ما اولین کنسرت متال گذاشتیم تو اون تایم. یعنی اولین کنسرت متال خودم، یعنی بچه‌ها دیگه داشتن میذاشتن تو سال 96 تو برج آزادی. اولین کنسرتمون رو گذاشتیم و لینکین پارک خوندیم. لینکین پارک انگلیسی هم میذاشیم. لینکین پارک خوندیم، 30 سکند تو مارس خوندیم دیگه، خیلی ها بود. نیروانا خوندیم، گوجیرا خوندیم، چیزای مختلف بود دیگه تو اون اجرایی که رفته بودیم دیگه. اون اجرا اول گذاشتم اصلا تازه فهمید، اصلا اجرایی که گذاشتم تازه فهمیدم اصلا اجرا یعنی چی. بعد خیلی اصلا یه جو خیلی خوبی رو افتاد و همه داشتیم اجرا می‌ذاشتیم و خیلی ها توی اون اجرا بودن. مثلا کوروش رو نمیدونم، یعنی احتمالاً 100% میشناسی کوروش زرندوز، همین یوتیوبره که خیلی خفنه تو یوتیوب. کوروش و میا پلیز، کوروش اینا که توی چیزن تو یوتیوب هستن. آره کوروش اینا هم اجرا می‌ذاشتن اونجا. کوروش هم خوش گیتاریست بود، گیتاریست یه بند دیگه بود، اجرا می‌ذاشتن تو برج آزادی. خفن، یعنی واقعا هم اجراشون اصلا عشق می‌کردی می‌دیدی. آره کوروشینا بودم. بعد مثلا امین یحیی زاده بود که تو The Voice of Persia 2 سال پیش اینا بود که اول شد. اونا با یه بند دیگه اجرا میذاشتن و بند ما بود و چند تا بند دیگه که داشتیم اجرا میذاشتیم، اجرای متال میذاشتیم و با مجوز رسمی و توی برج آزادی. این اولین کنسرتمون بود که توی دی ماه بود فکر کنم یا بهمن ماه بود فکر کنم، توی 96 بود. یه دونه هم اردیبهشت 97 دوباره گذاشتیم که دیگه نذاشتیم و تموم شد دیگه. من با اون بند کار نکردم و دیگه گذشت سال 90. چند نفر آدم می اومد؟ ما سولدات میکردیم، فکر کنم 300 نفر بود فکر کنم برج آزادی. آره برج آزادی 300 نفر بود، سولدات میکردیم و دیگه جلوش یعنی دیگه بچه دیگه اجرا نذاشتن و دیگه من سال 98 تونستم دوباره مجوز بگیرم فارسی برای کارهای خودم، یعنی مجوز موزیک اجرا کنسرت راک و متال فارسی تو برج آزادی که دیگه ما اجرا هم گذاشتیم سال 98 4 دی 98 بود اگر اشتباه نکنم، 4 دی 98 بود که دیگه ما اجرا رو گذاشتیم و اونم دوباره سولات کردیم و دیگه بعدش کرونا اومد و دیگه کلا کنسرت ها همه چی دیگه کلا دیگه تموم شد و دیگه این بود تا اینجای داستان. حالا ادامهش رو میخوای چی جوریه؟ الان دیگه کنسرت بعدی کیه؟ ببین واقعیتش اصلا حوصله کنسرت دیگه ندارم، یعنی چون من تنها کار میکنم. ببین بچه‌ها که کنسرت میذارن همه تیمن، خب
یکی میره دنبال مجوز، یکی میره دنبال سالن، یکی بند رو هماهنگ میکنه، یکی سالن رو میگیره، یکی نمیدونم استودیو رو ضبط میکنه، طرف میره اونجا میخونه میاد بیرون، یکی اسپانسر میشه. من تک تک کارامو تنهایی میکردم، یعنی میرفتم خودم صبح بلند میشدم میرفتم دنبال مجوز، میرفتم سالن رو میگرفتم، میرفتم استودیو رو چیز میکردم، بچه‌ها رو جمع میکردم. بعد خب بین مثلا نوازنده ها با هم بحث پیش میومد، چون قرارداد که نمیبندیم، ما اسپانسر که نداشتیم، بحث اونا رو بعد هندل میکردم. بعد تازه میرسیدم به کار خودم ببینم دارم چیکار میکنم. یعنی من بعد از کنسرت اولم دقیقاً شبش تا صبحش من نزدیک 10 کیلو وزن کم کرده بودم، لاغر شد. کنسرتی که تموم شد گفتم آخه تموم شد، کنسرت آخرم. ولی دوتایی که با گروه آرتامن رفته بودم چون کاراشو اونا انجام میدن خیلی بهم حال میداد، یعنی مثلا خودم میرفتم میخوندم میومدم، اون خیلی خوب بود. آره ولی کنسرت خودم چون آره. و منم مثلا تو این یک ساله خیلی مثلا با هم تماس گرفتن که بیا قرارداد ببندیم و این داستانا، ولی من آدمی نیستم که قرارداد ببندم. واقعیتش نمیتونم قرارداد ببندم، اصلا اذیت میشم، حس میکنم یه چیزی در گلوم فشار میده. مثلا به طرف مثلا زنگ میزنه آقا بیا قرارداد ببندیم، بعد قرارداد مثلا اینجوری که آقا ما دیگه با قرارداد ببندید تو دیگه کار نمیتونی بکنی. طرف بگه مثلا پشتک بزن، بلندش پشتک بزنی. خب ولی داستان اینه که من میگم آقا اگه مثلا برای کنسرت اگه میخواین قرارداد ببندید اوکی، برای کنسرت قرارداد ببندید. ولی که همه چی قرارداد ببندید من نیست. اونم راست میگه آقا من دارم هزینه میخوام بکنم، منم راست میگم، منم میگم من میخوام موزیکمو کار کنم دیگه چیز نشه، نمیتونم اینجا میرم یه جا قرارداد میارم نمیگم دارن قشنگ احساس خفگی بهم دست میده. الان درآمد از کجاست؟ من تنظیم کننده هستم و کلا موزیک درست میکنم برای بچه‌ها، حالا تو ژانرهای مختلف، چه پاپ مارکتی اگه بخوان، چه راک، چه آر ام بی، چه حتی بچه رپ و اینا میان بیت میزنم براشون. کلا کارم تنظیم کننده است، یعنی عملا میخوای ببینی من تنظیم کنندم. فهمیدم. الان دارم مدرک معلمیمو از کنسرواتوار موسیقی هم میگیرم تو تهران. بعد اون موقع میتونی درس بدی؟ الان من میتونم درس بدم، ولی خب اونجا دیگه با مدرک میری دیگه عملا دیگه. الان شاگردی داری؟ چون رو اینستاگرام دیدم زده بودی تدریس. آره شاگرد دارم برای وکال، ولی خیلی محدود نگه می‌دارم. یه سری تعداد خیلی کم که همین بچه خودمون که اصلا اکثرشون بچه‌ان که بعداً میخوام موزیک کار کنم، مثلا میخوام موزیک کار کنم، میگم مثلا چند جلسه هم بیایم با هم کار کنیم که صداش آماده بشه که بتونن دیگه موقعی که میخوام بیان رکورد کنن و اینا دیگه قشنگ رو کار سوار باشن. این چی میگم یه همین چیزی. پس تو یعنی معلمیت روی وکال رو گلو کار میکنی در واقع؟ من صدا سازی کار میکنم و سولفژ. مثلا سولفژ رو خیلی دیگه حرفه‌ایش نیستم که بخوام حرفه‌ای بخوام قشنگ دیگه مثلا ته پوزولیو بخوام باشون کار بکنم اونجوری که چیز میکنن تمپو بالا کار میکنن و اینا، چون ولی چیزایی که نیاز داره طرف بلد بشه به عنوان سولفژ کامل بهشون یاد میدم، خیلی هم دقیق بهشون یاد میدم، ولی بیشتر رو صدا سازی کار میکنم. اصل کارم رو صدا سازیه. اینکه جایگاه حنجرت کجاست. مثلا من الان با تو کلاس بگیرم روز اول کلاسمون چه ریختیه؟ اینکه میام باهات راجع به صدا صحبت می‌کنم، اینکه جایگاه مختلف صدا رو بشناسی، اینکه قسمت‌های مختلف صدا چیه موقعی که داری صدا در میاری. ببین چی میگم؟ چون خیلی‌ها نمیدونن اینو، اصلا خیلی جای حنجره‌شون رو تغییر میدن و انقدر جای حنجره‌شو تغییر داده بعد تو فقط کار کن جای اصلا جاشو بخوای فرق بالا پایینم نمیفهمم. هر وقت صدای بالا میشنوم میگن این صدای پایینه، میگم این مثلا صدای من برام به نظر من این بالاست، میگن این پایینه، بس میگن این بالاست ولی به نظر من این پاینه. نه دقیقاً داره اونا درست لاجیک. ببین پایین و بالا رو چیزن تو ایران چه برعکس میگن، مثلا میگن صدا رو زیره، صدایی که خیلی بالاست میگن زیره، به خاطر اینه تو احتمالاً قاط زدی. خب ولی چیزه آره دیگه صدای پایین میشه صدای لو، صدای وسط. خب صدای وسط که حالا جنس باریتون میشه برای مردا، اون صدا رو میگن صدای مید، صدایی که بالاتره صدای مید رنج میشه، صدایی که بالاتره میشه صدای تریبل میشه. که شما موقعی که میخواید میکس و مسترینگ هم بکنید دقیقاً همینه. ما لو داریم، لو مید داریم، مید داریم، های مید داریم، تریبل داریم. تو الان لو ترین صدایی که میتونید، نه های ترین صدایی که میتونید در بیاری چیه؟ من خیلی میرم بالا. من یه ترک دارم چیز انگلیسی ورفلس، اون خیلی میرم بالا. ببین تو هر کسی میتونه این کار رو انجام بده و عملا کار هر کسی میتونه بکنه. دقیقاً هر کسی. ببین اصلا ما فکر کنم مثلا هر آدمی یه لیمیتی داره. نه اصلا شنیدی میگن صدای طرف صدای 6 دونگه مثلا، اینو شنیدی؟ نه
نشدی؟ عجیبه. ببین تو ایران مثلا یه کسی خیلی صدای خوبی داره، اینا میگن صدای 6 دانگی داره طرف، خب و این داستان دونگ اینه که توی صدای 6 دانگ میگن، مثلا 6 دانگی داره. توی موسیقی ایرانی هر یه اکتاو یه دانگ میکنن و یه اکتاو میشه 2 دانگ و کسی که صدای 6 دانگ میگن داره 3 اکتاو داره میخونه. خب و عملا تمام انسان‌های رو زمین میتونن 3 اکتاو بخونن. میدونی چی میگم؟ عملا تمام انسان‌های زمین میتونن، یعنی که حنجرش مشکلی نداشت. مثلا این ماریا کری هست خودش صدای در میاره، داره جر میخوره، ویسل وایس میره، میاد جیغ میزنه میاره بالا، خیلی میاره بالا. اونو هر کسی میتونه بکنه یا نه، یا سه آدم‌ها خواستن که میتونن اون لول میرسن؟ ببین اگه حنجرت خیلی سالم باشه، حنجرت زیپ میکنی، به اون کار میگن زیپ کردن، حنجرت کامل میبندی و خیلی از این وسط خیلی صدای خیلی کمی داره خارج میشه که بهش صدای سوت، با حنجرش داره سوت میزنه. دقیقاً بهش میگن ویسل، اسم اون تکنیک ویسل، دقیقاً با حنجرش داره سوت میزنه. آره چقدر جالب، خیلی جالب. خب دمت گرم. من برام جالب بود که ببینم داستان زندگی چطوری بود، چجوری اومدی و چیکار کنی، برنامه آینده چیه؟ ببین داستان اینه که ببین ما تو بچهای راک و متال با این واقعا، حالا من یه تریبونشون دارم صحبت میکنم، خیلی دارن زحمت میشن. کلا بچه‌ای که موزیک دارن کار میکنن همه دارن زحمت میشن تو ژانرهای مختلف. من میبینم واقعا بچه‌های پاپ، بچه‌های رپ، بچه‌های راک، بچه‌های متال واقعا دارن زحمت میشن و نه اسپانسریه، نه مثلا کسی که مثلا بیان ازشون چیز کن پولی بده مثلا بره کار کنه فعلا خیالش راحت بشه. واقعا دلی دارن اکثرا کار میکنن. با چه امیدایی من میبینم بچه‌ها واقعا امید دارن. حالا که اما که گذشته دیگه خب، ولی خیلی مثلا بچه مثلا این 18 سالشون 19 سالشون همه امید دارن کار میکنن، پا میشن میان. مخصوصا بچه راک و متال خیلی، حالا من دیده شده یه خورده کارم، ولی خیلی از من خفن تر است بچه‌ها دارن کار میکنن، چه تو آهنگسازی، چه توی خوانندگی، چه تو نوازندگی خفن، همه جوره بچه‌ها واقعا دارن کار میکنن. واقعا خیلی بچه‌ها. من خودم برنامه‌م اینه که خب من عملاً تنظیم کنندم و دوست دارم تو کار تنظیم کنندگی باشم و بیشتر برای بچه‌ها پرودیوس کنم، بچه‌ها که میان پیشم و واقعا کارهای خفنی میزنیم با هم. بچه‌ها که میان صدمون رو میزنیم، کارهای خفن میبریم، چه سبک پاپ مخصوصا میان، چه سبک رپ میان بچه‌ها. حالا راک کمتر میزنم برای بچه‌ها چون اکثر بچه‌ها که میان پاپ و رپ میخوان کار بکنن، R&B و میان و کار خفن میزنیم. برنامه خودم اینه که دیگه کار کاور خیلی کمتر بذارم و دیگه فقط دیگه بریم رو پروموت کردن کار خودم و دیگه کار خودم رو پروموت کنم و بهتر کنیم. و من یه تیم خیلی خوب دارم اینجا، بچه‌ها هستن که واقعا کمک میکنن. حالا کار من داره دیده میشه، مثلا دوست عزیزم مهران یاوریه که خودشم دکتر دندونپزشک، گیتاریست کارام، یعنی اکثر کار گیتارو که میشنوین گیتارشو مهران میزنه. از بچگی مثلا میشناسیم، مثلا مهران 14 سالش بود، من 18 سالم داشتیم با هم کار میکردیم. مهران یاوری، نیما فرهادیه که کارهای کاور آرت اینا رو کارا رو میزنه. امیر مرادیه که تازه باهاش آشنا شدیم که قراره کلیپ‌های خیلی خفنی داره میگیره. ببین واقعا خب ما اسپانسر نداریم که مثلا بخوام کلیپ‌های خفن بگیریم، با یه بودجه خیلی کم میریم ولی بچه‌ها دلی کار میکنن، یعنی مثلا میان مثلا صدشون رو میذارن کار میکنن. دیگه مسیح مقدم‌فره که دوست عزیزم که مثلا همش سرشو در میاره، که کار میپسن مسیح اینجا میکسش خوبه، اینجا چطوره فلانه. و دیگه اگر هم کسی قلم گرفته واقعا ببخشید، ولی دیگه اینجوری، یعنی بیشتر دیگه داستانی که میخوایم کار خودمون رو پروموت کنیم و اگه بشه یه خورده موزیک این سبکی هم به گوش مردم بتونیم برسونیم واقعا خیلی خوب میشه. اگه بتونیم چیز کنیم، امیدوارم این خورده حمایت کنم بچه‌ها، یه خورده بهتر کنیم دیگه ما واقعا خودمونیم، یعنی فقط خودمون هم حمایت کنیم، همین بچه‌ای که چه پاپ کار میکنن، چه بچه‌ای که موزیک داریم کار میکنیم. آره موزیک ایران خدا وکیلی یه خورده کمک لازم داره که چون مردم لذت رو میبرن ولی سوده نمیاد. حالا راک هم همونقدر سخت هم هست. آقا دمت گرم، مرسی از وقتت، مرسی که اومدی با ما یه حالی کردیم. امیدوارم خاطره بشه بعدا برگردی اینو نگاه کنی به عنوان نمیدونم قبلا بایوگرافی ازت بوده یا نه، امیدوارم این اولیش باشه، اگه هم نباشه یه اضافه به بایوگرافی خودت. دمت گرم آقا، خیلی خوشحال شدم. اولیو دقیق ترینشه، این اولینو دقیق ترینشه. ایوه خیلی خوبه، این بهترین حالته. من مرسی که این افتخار به ما دادی. این چه حرفیه، شما افتخار دادین. خواهش. و دمت گرم و امیدوارم موفق باشین همتون. جاکس.